گفتیم که طبقه قشر زمین متشکل از پلیت هاست. این پلیت ها به دو نوع هستند. یکی پلیت های قاره‌ای است و دیگه پلیت های اقیانوسی است. در پلیت های قاره‌ای که قسمت بیشتر از پوسته زمین یا قشر زمین تشکیل میدن، شامل قاره ها و گاهی اوقات اقیانوس ها را در بر میگیرد. پلیتی که بعد از پلیت هند و استرالیا است، پلیت انتارکتیک پلیت است. انتارکتیک پلیت که است شامل قاره سمت جنوبگان میشه و بخشی از بستر اقیانوسی های اطرافی در بر داره، با چندین صفحه اقیانوس کوچکی هم مرز است. این پلیت در قطب جنوب قرار داره. به خاطری که در قطب جنوب قرار داره، حرکت از این کند است، یعنی نسبت به دیگه پلیت ها حرکت کند داره. امی پلیت های قاره‌ای که ما شما گفتیم، اینا ویژگی های خاص خود دارن. کدام ویژگی را دارن؟ اولش که تمام این پلیت های قاره‌ای که ما شما خواندیم که کشورها به روی از این پلیت های قاره‌ای قرار دارن، اینا مرزهای فعال دارن. معمولا در مرزهای ازیا فعالیت های زمین شناسی دیده میشه، مثل زلزله در مرزهای ازیا دیده میشه، آتش فشانا هستن، تشکیل رشته کوه هستن، برخورد صفحات، جدا شدنش، حرکت افقی، عامل اصلی فعال بودنشان است. همین که میگیم این پلیت ها فعال هستن یا مرزهایشان فعال هستن، این به این معنا که در مرزهای ازیا فعالیت های زمین شناسی رخ میده که از فعالیت های زمین شناسی و زلزله است و آتش فشان است و تشکیل رشته کوه است و برخورد صفحاتشان هستند، جدا شدن یا حرکت افقی است. دومین ویژگی کانتیننتال سایزد پلیت که است یا پلیت های قاره‌ای که است، حرکت از اینا کند است اما تاثیرگذار است. اینا ممکن چند سانتی در سال حرکت کنند. شما که به مسمون جیولوژی برین، پس هر کدام از این پلیت ها حرکت سالانه از این که چند میلی است و چند سانتی است، اینا کلش ریکارد شده، کلش موجود هستند که به خاطر وضاحت بیشتر میشه که مراجعه شد. حرکت از این پلیت های قاره‌ای کند هستند اما تاثیرات زیادی بر تغییرات زمین شناسی دارند. و سومین ویژگی زیاد تنوع در پوشش است. برخی از این پلیت ها که است مثلا هم قاره‌ای و هم اقیانوس ها را در خود دارند، مثل صفحه امریکای جنوبی و افریقا. برخی از یا صفحه اقیانوس مانند صفحه اقیانوس آرام کاملا اقیانوسی هستند، یعنی اینا تنها خشکر نه بلکه خشکه و اقیانوس ها هم در خود، یعنی تنوع در پوشش جغرافیایی ازی است. ما انجینر صاحبای محترم به اساس اندازه و گستردگی صفحات تکتونیکی را که تقسیم کرده بودیم، اولش کانتیننتال سایزد پلیت ها بود که امینا بود. دومش صفحات کوچکتر یا سب کانتیننتال سایزد پلیت هستند، پلیت های قاره‌ای و کوچک یا صفحات تکتونیکی کوچکتر. اینا بخشی از پوسته زمینه یا قشر زمینه یا کرست زمینه تشکیل میدن که شامل صفحات با مساحت کمتر هستند، معمولا منطقه خاصه یا کشور خاصی را یا قاره خاصی را یا یک اقیانوس خاصی را در بر دارند. مثلا از جمله صفحه ایرانیان پلیت یا افغانستان پلیت و یا هم که یک بخشی از هوروشیا پلیت است، کشور ایران و افغانستان و بخشی از پاکستان و عراق در بر دارند. به خاطر که خرد است ایرانیان پلیت، شما در این تصویر ببینید اینی اروشیا پلیت است، مکمل اروشیا پلیت است. دمی اروشیا پلیت یک صفحه بسیار من اروشیا پلیت باردار میکنم، اینجا که یک صفحه خردترک دیگه است به نام ایرانیان پلیت یا افغانستان پلیت یا عراق پلیت، پاکستان پلیت. این چند کشور محدود در اینجا جابجا شده. در اصل گاهی اوقات حتی ایرانیان پلیت و افغانستان پلیت و پاکستان پلیت و عراق پلیت نمیگن، یعنی میگن افغانستان هم جزئی از پلیت بالای پلیت یوروشیا قرار داره. نه خب به خاطری که تفکیک شده یک گوشه از این قرار داره،
میشه که در سب کانتیننتال سایز پلیت کاتگورایز شوند. اینی هم هر کدامش اینی رنگ‌های مختلفی را که می‌بینین هر کدامش یک پلیت هستند. پلیت‌های خرد و مثلا این فیلیپین پلیت یک پلیت بسیار کوچک است، سب کانتیننتال سایز پلیت است. یعنی افریکن پلیت خیلی کلان است، ساوت امریکن پلیت خیلی کلان است، پاسیفیک پلیتی که پیشتر خواندیم خیلی کلان است، نورت امریکن پلیت خیلی کلان است. اما در اینجا یک نازاکا پلیت هم داریم بسیار چوچه است، بسیار خردترک است. یعنی عربیان پلیت این سفیدی که اینجا میبینین این من هایلایتش کردم، این هم پلیت خرد است. اینجا صفحه عربستان یا به نام عربیان پلیت است که شبه جزیره عربستان در شامل است، با صفحه افریقا و صفحه هند و استرالیا و صفحه روسیه در تماس است که در نقشه ببینید. این برخورد صفحه عربستان یا عربیان پلیت با صفحه ایران در بخش جنوبیش است، جنوبی صفحه اوراسیا است که سبب به وجود آمدن سلسله کوههای زاگرس در کشور ایران شده. پلیت دیگه که من به شما در سب کانتیننتال سایز پلیت بر شما نشان دادم فیلیپین پلیت بود، نه فیلیپین سی پلیت. شامل مناطق اطراف فیلیپین است و بخشای اقیانوس آرام میشه. فعالترین منطقه زمین سیزمیکی در جهان است این پلیت که است، یعنی در سرحدات از این بسیار فعال است. فعالیت‌های آتشفشانی، فعالیت‌های زلزله، یعنی تمام فعالیت‌های سیسمیکی اتفاق می‌افتند. اینمی برخورد فیلیپین پلیت با اقیانوس آرام و اوراسیا سبب فعالیت‌های سیسمیکی و آتشفشانی زیادی شده. پلیت‌های خرددگی هم هستن که اینی پلیت‌های ناسکا هستند، کوکرس هستند، کاراهب هستند و اسکوشیا هستند. اینا هم پلیت‌هایی هستند، سب کانتیننتال سایز پلیت‌ها هستند که اینا هم وجود دارن. در کل امی که پلیت تکتونیک تیوری میگیم یعنی این معنا را میده. به صورت کل ما فهمیدیم انجینر صاحبای محترم که قشر زمین از پلیت‌ها ساخته شده. پلیت‌های قاره‌ای و اقیانوسی است. پلیت‌های قاره‌ای به نوبه خود به پلیت‌های بزرگ و پلیت‌های کوچک سب کانتیننتال سایز پلیت‌ها بودن و کانتیننتال سایز پلیت‌ها بودن تقسیم شدن. بحث دیگه که خیلی مهم است ما شما که این پلیت‌ها را باعث حرکتش میشه امی جریان همرفتی که در قسمت منتل زمین است به عنوان یک نیروی محرک عمل میکنه، باعث جابجایی همین صفحات میشه. این بحث خیلی مهم است. به صورت کل انجینر صاحبای محترم حرکت صفحات تکتونیکی وقتی که همین پلیت‌ها حرکت میکنن در مرزهای خود تغییر شکل‌های زیادی را به وجود میارن. اینمی مرز ازیها به دو نوع اصلی تقسیم میشن، یعنی ببخشید همین تغییر شکل‌های ازیها به دو نوع اصلی تقسیم میشن. یکیش تغییر شکل دائمی یا آرام است به نام اسیسمیک دیفورمیشن یاد میشه. اسیسمیک دیفورمیشن که است تغییر شکل به طور تدریجی بدون ایجاد زلزله رخ میده. در اسیسمیک یعنی در مرزهای ازیا تغییر شکل‌ها به وجود میاد. یک نوعش دائمی آرام است بدون اینکه زلزله باشه. اسیسمیک دیفورمیشن اتفاق میفته، باعث تغییرات تدریجی در پوسته زمین میشه. اینمی پروسه ممکن سال یا حتی قرن‌ها ادامه داشته باشه. خود دائمی و آرام است. و نوع دوم تغییر شکلی که در مرزهای پلیت‌ها به وجود میآید سیسمیک دیفورمیشن است. سیسمیک دیفورمیشنش چیست؟ این به صورت ناگهانی همزمان رخ میده. امی انرژی هایی که در سرحدات پلیت‌ها یا در طبقات ذخیره میشه به شکل ناگهانی آزاد میشه، به صورت زیاد آزاد میشه. همین که به صورت زیاد آزاد شد باعث وقوع زلزله میشه. وقوع زلزله باعث تغییر شکل‌های چی میشه؟ ناگهانی میشه. یعنی اینا همین انرژی که آزاد شد به صورت زیاد همین پوسته زمین تغییر شکل میدن و این تغییر شکل‌های ناگهانی که و سریع هم اتفاق میفته همراه با انتشار امواج لرزه است.
که در حقیقت منجر به زلزله هم میشه. پس ما فهمیدیم که حرکات صفحات تکتونیکی میتونه باعث تغییر شکل ها شود. تغییر شکل ها در کجا؟ در مرزها. این تغییر شکل های در مرزها دو نوع است. یک نوعش آرام، دوامدار، سالها و قرنها در مرزها اتفاق میفته بدونی که زلزله رخ بده. نوع دیگهش آنی و فوری، همین که انرژی آزاد شد تغییر شکل در مرزها ایجاد میشه و این تغییر شکل ها همراه با انتشار امواج سیسمیکی هستند که باعث وقوع زلزله میشه. به صورت کل انجینر صاحبای محترم، بحث بعدی که خیلی مهم است در پلیت تکتونیک تیوری، پلیت تکتونیک باوندریز است یا مرزهای صفحات تکتونیکی است. مرزهای صفحات تکتونیکی اونمو نواحی هستند یا اونمو قسمت‌هایی هستند که صفحات همین پلیت‌ها با یکدیگر تعامل دارند. به صورت کل اینی مرزهای صفحات تکتونیکی به 3 دسته تقسیم میشه. به چند دسته؟ به 3 دسته. یک نوع دیگهش مرزهای همگرا هستند به نام کانورجنت باوندریز یاد میشن. این چه معناست همگرا؟ یعنی دو صفحه در مرزهای خود به یکدیگر حرکت میکنن، یعنی به یکدیگر نزدیک میشن. وقتی نزدیک میشن اینا کلان صفحات خرد نیستن، با بسیار وزنای زیادی هستن. نه، وقتی که با هم روبرو میشن دو حالت اتفاق رخ میده. یا ایست که یکی زیر دیگه پایین میره. چه معنا؟ اویی که سنگین است پایین میره، اویی که سبک است بالا میره. کینیمی پایین رفتن به نام سبدکشن یاد میکنن اصطلاحش. این معمولا در جاهایی است که فشار زیاد بر روی پوسته زمین وجود داشته باشه. این امکان داره. از اثر اینمی کانورجنت باوندریز یا در مرزهای همگرا چه چیزا اتفاق رخ میده؟ مثلا 3 حالت اتفاق میفته. یکی که فرورانش اقیانوسی یا قاره‌ای صورت میگیره. چه معنا؟ یعنی یک صفحه اقیانوسی به زیر یک صفحه قاره‌ای میره. اگه یادتان باشه گفتیم صفحه اقیانوسی نازک و سنگین هستن، نه؟ صفحه قاره‌ای که هستن، این صفحات که هستن سبک و چیستن، ضخیم هستن. اینا با هم تعامل میکنن، در نقیه گودال ها را به وجود میارن، آتش فشانه و زلزله و ایگپا به وجود میاد. دومش اقیانوسی با اقیانوسی است. صفحه اقیانوسی به زیر دیگه فرو میره، جزایر آتش فشانی را ایجاد میکنن مثل آتش فشان های آلوشین، و دیگهش قاره با قاره برخورد میکنه. دو پلیت قاره با یکی دیگه، یکیش در زیر دیگهش هیچ نمیره، امکان داره که کوه ها را به وجود میاره. اینی که شما ببینین انجینر صاحب، اینی یک قاره با قاره تعامل کرده. صحیح است؟ تمام جزئیات از این تصویر است. بخش اساسی داره. اولش یک پلیت قاره‌ای با یک پلیت قاره‌ای وقتی نزدیک شود این سبدکشن اتفاق نمیفته، یعنی یکی با زیر دیگهش نمیره. دو تا با هم تصادم کنن، سلسله کوه ها را به وجود میاره. نوع دومش پلیت قاره‌ای با پلیت اقیانوسی با هم نزدیک میشن. امکان از این وجود داره که پلیت اقیانوسی چه شود؟ پایین بره و پلیت قاره‌ای بالا بره. و نوع سومش اقیانوسی با اقیانوسی، اقیانوسی با اقیانوسی با هم نزدیک شوند، که ما شما که پیشتر گفتیم. نه، در این صورت امکان از این وجود داره که جزایر آتش فشانی، یعنی صفحه اقیانوسی به زیر صفحه اقیانوسی بره، جزایر آتش فشانی رو به وجود میارن. و بحث دیگه که دومین نوع مرزهاست به نام واگراست یا spreading or divergent boundaries. و بود convergent boundary و آل نوع دومش divergent boundaries. divergent boundary چی است؟ در convergent دو پلیت با هم نزدیک می شدن، در divergent دو پلیت از هم دور میشن، یکی به طرف راست حرکت میکنه، یکی به طرف چپ حرکت میکنه. اینا بیشتر در کف اقیانوس‌ها وجود داره. در این نوع مرزها معمولا بستر اقیانوسی زیاد میشه. مواد مذابی که از منتل بود
به سطح زمین میآید، باعث تشکیل پوسته جدید یا قشر جدید میشه. شما این تصویر ببینید، دو پلیت اقیانوسی است، از هم دور شدن، یکی به طرف راست حرکت کرده، یکی به طرف چپ حرکت کرده. بستر اقیانوسی بالا آمده. این بستر اقیانوسی در حقیقت از موادی است که از منتل بالا آمده، قشر جدید ساخته. نوع سومز یا به نام ترانسفورم یا استریت باوندریاز یا در امتداد لغز هستند، در امتداد یکی دیگه حرکت میکنن، یعنی دو صفحه به طور افقی در جهت یکی دیگه حرکت میکنن. یا هیچ پوستی جدید تشکیل نمیشه، مواد به بالا نمیآید. معمولا اینا در کجا هستند؟ در نواحی که گسلها یا شکستهای بزرگ باشه، دو اتفاق رخ میده. یک پلیت به طرف راست، یک پلیت چپ، یکی چپ و دیگری راست حرکت میکنه. نتایج سیزمیکی نشان میده که امی زلزله های ناگهانی که رخ میده و زلزله های خیلی شدیدی که رخ میده در مرزهای امی پلیت هاست، در مرزهای امی پلیت هایی که در امتداد یکی دیگر حرکت میکنن، یعنی از هم دور نمیشن، از هم نزدیک نمیشن، در امتداد یکی دیگر حرکت میکنن. ناگهانی در امتداد این شکست های موجود در امتدادی پلیت ها انرژی آزاد میشه. انرژی آزاد که میشه، در حقیقت اینمی آزاد شدن انرژی از مرزهای ازیا باعث تولید